سلام. شاید این سوال هم برای شما به وجود اومده باشه که دانش روانشناسی چیه؟ چه هدف و کاربردی داره و همینطور تاریخچه شکلگیری اون چی بوده؟ در این ویدیو میخوایم به معرفی علم روانشناسی و تعریف اون بپردازیم. روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرآیندهای ذهنی ارگانیسم هاست که این ارگانیسم شامل یک باکتری که خیلی ساده رفتار میکنه میشه تا یک انسان که خیلی پیچیده است. روانشناسی به مطالعه رفتار که فرآیندی قابل مشاهده است و همینطور فرآیندهای ذهنی که به صورت مستقیم نمیشه اونو مشاهده کرد میپردازه. تاریخچه روانشناسی به یونان باستان برمیگرده. افرادی نظیر ارسطو و افلاطون و همچنین سقراط نظریه‌های مختلفی در مورد فلسفه روحی و روانی انسان ارائه دادند. همینطور شواهدی نیز بر مطالعه این دانش توسط مصری‌های باستان وجود دارد. روانشناسی نوین از ترکیب علوم طبیعی و فلسفه به وجود اومده. دانش روانشناسی تا سال 1879 بخشی از فلسفه در نظر گرفته میشد تا زمانی که به عنوان دانشی مستقل در آلمان و آمریکا مورد مطالعه قرار گرفت و در سال 1879 ویلهلم ووند اولین آزمایشگاه را برای تحقیقات روانشناسی در لایپزیگ آلمان تأسیس کرد. در سال 1913 جان بی واتسون بیانیه رفتارگرایی کلاسیک رو نوشت و در اون اعلام کرد که روانشناسی تنها باید به مطالعه رفتار قابل مشاهده موجود زنده بپردازه. دانش روانشناسی در طی گذر زمان دچار تغییرات و تحولات زیادی شده و مکاتب زیادی در اون ظهور کرده و همینطور به فراموشی سپرده شده. علم روانشناسی به عنوان علمی بسیار پیچیده و مهم در دنیای امروز نقشی کلیدی در جهت تضمین بهداشت روانی و سلامت عمومی ایفا میکنه. در ویدیوهای آینده به معرفی مکاتب، رویکردها و ابعاد مختلف علم روانشناسی خواهیم پرداخت.